کسانی که وقتی والدینشون صحبت میکنند احساس کلافگی و عصبانیت میکنند الزاما فرزندان ناسپاس و بدی نیستند. اگر تو هم جزو افرادی هستی که به محض شنیدن صدای پدر یا مادرت بی دلیل عصبانی میشی، در حالی که معمولا با دیگران رفتار آرومی داری و نمیتونی جلوی این خشم درونی رو بگیری، باید بدونی که تنها نیستی. این واکنش در واقع پاسخ استرس ناشی از خستگی عاطفی طولانی مدت در یک فضای خانوادگی مسمومه. ریشش معمولا تو دوران کودکیه، وقتی که مکالمه با والدین به جای حمایت یا دلگرمی اغلب با طعنه، انتقاد یا تحقیر همراه بود. در چنین شرایطی مغز برای محافظت از خودش از آسیب روانی مداوم یه واکنش دفاعی خودکار رو ایجاد میکنه. این مکانیزم پرخاشگری برای بقاست. در این الگوی ارتباطی سرکوبگر فرد دچار احساس درماندگی عمیق میشه که به اضطراب، حساسیت بیش از حد و عزت نفس پایین منجر میشه. وقتی بزرگ میشی، این خشم فروخورده خودش رو به شکل کم تحملی اتوماتیک نسبت به والدین نشون میده. کم کم از تماس با اونا تفره میری، دلت نمیخواد به تماساشون جواب بدی، حتی پیام‌های صوتیشون رو به سختی گوش میدی چون تحمل صداشون رو نداری. پس نباید به سادگی قضاوت کرد که کسی که والدینش رو دوست نداره یا تحملشون رو نداره آدم ناسپاس یا بد اخلاقیه. پس به دیگران توصیه به مهربونی نکن وقتی از عمق رنجشون خبر نداری. یادت باشه کسی که هرگز عشق و محبت کافی دریافت نکرده، برای اینکه امروز فقط عادی به نظر برسه از تمام توان و انرژیش استفاده میکنه. درسته که برخی از آدم‌ها قله ها رو فتح میکنن و این ستودنیه، اما کسی که از قعر دره خودش رو به نیمه کوه رسونده شایسته تحسین بیشتریه.